خوبان و بیننده ها، در ادامه برنامه ما سید جلال کلکانی را داریم و قرار است روی موضوع هدف و انگیزه صحبت داشته باشیم با هم. سلام بر شما جناب کلکانی صاحب، خوش آمدید به برنامه صبح ماره. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض و ادب خدمت شما و امید که یک صبح خوب و خوش و پر انرژی را آغاز کرده باشید. سلامت سرحال باشین کلکانی صاحب، خوشبخت هستیم که در برنامه شما را داریم. میشه از اینجا آغاز کنیم اگر یک تعریف کوتاه از هدف و انگیزه داشته باشیم که هدف و انگیزه چی است؟ همه ما میبینیم که انگیزه در زندگی ما خیلی مهم است. انگیزه به ما مانند مثل تیل موتر میمانه در زندگی ما. وقتی که ما میبینیم وقتی که انگیزه بسیار روابط نزدیک با هدف داره. وقتی که هدف داشته باشیم انگیزه نداشته باشیم نمیتونیم به جای برسیم. اما وقتی که انگیزه داشته باشیم هدف نداشته باشیم بازم نمیتونیم. لازم و ملزوم یک دیگر. بله. ما باید هر موقع هر وقت به خود یک هدف در زندگی خود مشخص کنیم. بعد از هدف انگیزه و پر انرژی به هدف خود کوشش کنیم. ما میبینیم که خیلی از جوانای ما فعلا هستن بی انگیزه هستن و هدف خاصی در زندگی خود ندارن. وقتی که بی انگیزه هستن نمیتونن هدف در زندگی خود تعیین کنن. ما میبینیم که خیلی از جوانها هستن که با روی موضوعات بیرون از کشور فکر میکنن که ما بخیزیم از کشور بریم بیرون. یعنی مفکوره فرار در سرشان است. بله. یعنی ما باید در زندگی خود باید به خود یک هدف تعیین کنیم که ما مجبور هستیم به هدف خود برسیم، چون تمام فامیل از اولاد خود از فرزند خود یک چیز خاص داره که باید ما به خواسته های فامیل خود ارزش داشته باشیم. در کنار از اون جامعه هم خوب از جوان یک چیزایی میخواهیم. 100% وقتی که ما میخواهیم از یعنی ما از جامعه که یک چیز خواستار هستیم، جامعه 100% از ما هم چیز خواستار است. ما نمیتونیم چیزی که در وجود ما نیست بخیزیم یک جای بریم یک وظیفه اجرا کنیم. وقتی ما باید سر خود حاکم باشیم، اعتماد به نفس قوی داشته باشیم و هدف خوب داشته باشیم که بتونیم در هر عرصه زندگی که میتونیم به هدف خود برسیم. بسیار عالی. خوب، انگیزه عاملی است که انسان روا میداره یعنی تحریک میکنه یا برکت میداره که خوب دست و یک سری کارهای بزنه در زندگی، مثلا از جمله هدف گذاری باید در زندگی. خوب، عاملی از این انگیزه است. ما چطور بتونیم که جوانان را با انگیزه تربیت کنیم جناب کلکانی صاحب؟ ما اولتر از همه باید به یاری و قدرت خداوند باور داشته باشیم و هر جای او را حاضر بدانیم. وقتی ما با اعتماد به نفس و انگیزه مهم می داشته باشیم در زندگی خود که چون تصمیم زندگی خود را خود ما بگیریم، کاری که خود ما به خود ما تعلق داره خود ما انجام بدیم، هدف خود تعیین کنیم، هر کاری که در زندگی می خواهیم به او برسیم، کوشش کنیم. یعنی کسایی که هدف در زندگی خود داشتن انسانای با استعداد و باهوشی بودن. یعنی از صبح که میخیزن تا وقت خواب به خواسته های خود به هدف خود تلاش میکنن و به هدف خود میرسن. وقتی که میان در رخت خواب خود به رویاهای خود فکر میکنن که ما باید اینی رویا را که دارم باید به هدف خود برسم و بازم فرداش کوشش میکنن. اما بعضی از افراد میبینیم که فقط فکر میکنن که ما باید اینجا برسم اما تلاش نمیکنن. ما چه جوانای با استعداد باهوشی در وطن خود داریم که بدون انگیزه و تلاش به جای نرسیدن و چه انسانای با استعدادی داریم که اونها هم بدون همت و کوشش نتونستن به جای برسن. بدون شک. کلکانی صاحب، در میان از اینکه آدم یعنی ظرفیت داره و هوش بالا و ظرفیت هوشی مثلا نسبتاً بالا داره تلاش نکنه، به نظر تو میتونه به جای برسه؟ نه خیر. به خاطر که تلاش مهمترین چیزی است که بر انسان است. ما وقتی که یک کاری را که آغاز میکنیم باید تلاش داشته باشیم. ما میبینیم یعنی فرض کنیم کسایی که 7 سال تحصیل میکنه مزد کارشان چی است؟ 7 سال کسی 7 سال به معنای چی؟ به معنای از این که تلاش کردن و رسیدن فعلا دکتر هستن. و همچنان کسایی رو میبینیم 4 سال به معنای چی؟ 4 سال کسایی کوشش کردن که لیسانس هستن، کارآموز هستن. ما میبینیم 2 سال در نظر میگیریم 2 سال کسایی کوشش کردن فعلا سرباز هستن. و همچنان 1 سال که کوشش کردن کنکور خواندن و به جای رسیدن.
و میبینیم یک هفته را در نظر میگیریم. یک هفته کسایی که هفتگی کار میکنن و آخر هفته مزد کار خود به دست میارن. بعدش ما میایم به یک روز کارگران روز مزد در نظر میگیریم که کار میکنن آخر روز مزد خود به دست میارن. اما میبینیم ما یک ساعت در نظر بگیریم، یک ساعت به کسایی تعلق میدیم که نصف شب میخیزه چند رکعت نماز تهجد میخونه و قرآن تلاوت میکنه. اونا میفهمن. و همچنان ما میگیم یک دقیقه به کسایی هست که از پرواز جا ماندن و پرواز از دستشان رفتن. و همچنان میگیم یک ثانیه به کسایی تعلق داره که در تصادف جان سالم به در بردن و یک ثانیه گذشته است که جانشان سالم بوده است. و همچنان آخرینش میگیم که یک صدم ثانیه به کسایی تعلق میتیم که در ورزش دویش در المپیک مقام دوم به دست آوردن. و به خاطر ایره گفتم که زندگی ما خیلی از چالش ها رو داره. مملو از حادثات، مشکلات و چالش هاست و باید مدیریت شد. باید ما مدیریت کنیم، چون زندگی ما آنقدر طولانی نیست که ما بخوایم تجربه همگی رو تجربه کنیم. و زندگی ما خیلی کوتاه و باید در این جریان آدم کار کنه، خوب مسئولیت هایی که در به دوش عزیز از جامعه، از فامیل، از دوستا بتواند تا یک حد پره بسازه. کلکانی عزیز، اگر در کنار هدف و انگیزه بیایم ثبات را اضافه بکنیم، یعنی منضبط بودن و انضباط داشتن را، به نظر چقدر میتونه موثر باشه؟ و اگر هدف و انگیزه داشته باشیم ولی اگر ثبات نداشته باشیم، یک کار آغاز کنیم فردا پس دوباره خوب کنار بزنیم، بدون شکی به جایی نمیرسیم. اگر در کنار از این هدف و انگیزه بیایم ثبات و انضباط بودن و منضبط بودن را اضافه کنیم، به نظر چقدر آدم میتونه زودتر به هدفش برسه؟ خیلی عالی است، چون ما محکم سر یک موضوع میریم. یعنی امروز یک موتر رفت داخل تانک تیل، میخواست تیل بندازه. زمانی شد که بیروبار بود، به این سمتی که میرفت پیش روی موتر ما بود، رفت به او سمت، اما این سمت حرکت کرد، پیش رفت. من تیلا مد زدم در موتر، من بازم حرکت کردم، بازم میره دیدم که در جای افتاده است، بازم نتوانست، کوشش کرد، باز در این سمت آمد، باز این سمت که آمد او سمت حرکت کرد، او سمت رفت. من ایره به خاطر گفتم که هر انسان باید اما هدفی که داره به اون مستحکم و با ثبات پیش بره. یعنی فکر کنین که در اون سمتی که رفت میخواست از اینجا پیش بره، اما وقتی که زمان رفتارشان آمد دوباره از این طرف آمد. این نمیشه. ما باید که در زندگی خود یک هدفی را که تعیین کردیم، باید یک خط مستقیم داشته باشیم که نباید این طرف و اون طرف بریم. ما باید مستقیم به هدف خود پای بانیم و همیشه کوشش کنیم که به مو هدف خود برسیم، چون ما خیلی از مشکلات پیش روی داریم. یعنی یک هدفی را که زندگی میکنیم، اولتر از همه باید به مشکلات از اون فکر کنیم که ما به این هدفی که میرسیم با کدام مشکلات و کدام چالش ها روبرو میشیم. وقتی که ما فهمیدیم که این مشکلات میتونیم از عهدهش براییم، ما انسان موفق هستیم و میتونیم به جایگاهی که میخواهیم برسیم. بسیار عالی. سید جلال کلکانی، اهدافش تا فعلا چی بوده؟ آیا تا این سنین تانسته که به اهدافی که خوب برای خود نوشته رسیده تا یک حد یا خیر؟ بله ها، من هدفی که در زندگیم است، هدفی که خودم در زندگیم دارم، فعلا خیلی از سمینارها رو برگزار میکنم، چون ذهنیت جوانان فعلا خراب است. من میخواهم یک انگیزه بر اونا بدم که تلاش کنن در زندگی خود و بتونن از خود کشور ما سر بلند کنن و اسم ما را در تمام جهان بلند کنن و بگوی و جهانیان هم بفهمن که بعضی از افغان ها هستن با تلاش و کوشش میتونن به یک جای برسن. اما وقتی ما میبینیم در زندگی ما خیلی از انسانهایی هستن که انگیزه کاذب بر ما میدن. یعنی بعضی از هدفهای ما رو که داریم نمیخواین به هدف ما برسن. ما به سه روش میخوایم که بگویم که جواب از اینا رو با این طریق میخوایم بدیم. اولتر از همه ما باید حرفی رو که میزنن حرفشان رو گوش کنیم، اما ما به کار خود ادامه بدیم. یعنی انسان‌های با استعداد و باهوش
هر موضوعی که یک نفری که انگیزه کاذب برشان میتن فقط حرفش گوش میکنند و فقط به اهداف خود، یعنی از انگیزه کاذب از او خود از یا انگیزه میگیرند که ما باید همین هدف برسم. دومتر از همه کسی که ما را انگیزه میده، اگر معلم بود، اگر کدام مدیر بود، ما بریم رئیس شویم، کوشش کنیم رئیس شویم. و ما این جواب است که میتونیم برشان ببینیم. ما فقط فکر کنیم که یک بلند منزل در طبقه ای در نظر میگیریم، تا طبقه دوم سومش حشرات و مگس و اینا است. اما وقتی که ما میریم منزل دهم، اونجا میبینیم که حشرات و اینا نیست. و ما باید کوشش کنیم، تلاش کنیم که به مو موقع برسیم و رئیس شیم که اینا کسایی که هستن به ما محتاج شوند و ما بتونیم برشان یک کاری را پیشه کنیم که اونا به ما انگیزه کاذب دادن و ما بتونیم به کار از وقت بسیار عالی، بسیار عالی. و همچنان سیوم، بسیار ببخشید، و همچنان سیوم کسایی که برای ما انگیزه کاذب میتن، ما باید خود ما را از پیششان بگیریم. یعنی چطور؟ کسی که برای ما انگیزه کاذب میته، وقتی که ما میفهمیم که هر روز به می سیستم روان است، ما میتونیم خود ازش بگیریم. این بهترین جواب است که برایشان میتیم. یعنی خود ازشان دور کنیم، ما خود ما به هدف خود میرسیم. بسیار عالی. یعنی باید از آدمایی که به نحوی کوشش میکنن که ما عقبگرد داشته باشیم و منفیگرا باشیم باید دوری گزید. بله. بسیار عالی. خوب کلکانی صاحب، به عنوان آخرین پرسش از شما میپرسم که بیشتر مطالعاتتان در کدام حوزه است و کدام کتابا را برای بینندگان عزیز ما معرفی میکنی برای جوانان؟ من خیلی از کتابای انگیزشی را میخوانم. کسایی که کار کردن، تلاش کردن و بسیار کار ناچیز داشتن و فعلا دارن که بسیار شرکت‌های بزرگ دارن و به اهداف خود رسیدن. من خیلی از کتاب‌های استاد جمشید رسا را میخوانم که خیلی برای جوانان مفید است. بله، ما باید علاوه بر اینکه مفیده، خوب نویسنده داخلی افغانستان است. آدم یعنی به سادگی میتونه این جملات و حرفایی که خوب در اون کتاب استفاده شده درک کنه و از اون مفهوم بگیره و در زندگی استفاده کنه. بله، چون خیلی برای ما مفید است. چون وقتی که ما میبینیم ذهنیت ما یک کمی که پایین میاد، اونا هستن که برای ما انگیزه میتن و ما را مستحکم میکنن که ما برسیم یک جای. و من هم کوششم است که تا جای بتوانم به جوانان خدمت کنم و هر چی که دارم بر جوانان بگویم که اونا هم در زندگی خود کوشش کنن و بتونن یک جای برسن. سلامت و سرحال باشی سید جلال کلکانی، جوان فعال و زحمتکش و با تلاش